ضمن برگزار نمودن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که زن 42 ساله ساکن نوی باباجان غفوروف 11 آگوست سال 2024 در خانه استقامتیش برای علاقه جنسی بین جوان 21 و زن 27 ساله ساکنان شهرهای خوجند و گلستان شرایط فراهم آورده از آنها 300 سامان گرفته است. اوید بین حادثه نسبت به گمان شونده پرونده جنایتی با قسم 1 ماده 239 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر نورک عریضه جوان 25 ساله ساکن شهر مذکور وارد گردیده است که شب 12 به 13 آگوست سال 2024 شخصان نامعلوم به طریق پنهانی افت-ماشین شخصی تمغه اوپل استرا را که در کوچه رودکی شهر نورک به نظارت می ایستاد غیر قانونی حرکت کرده به سمت نامعلوم برده است. در نتیجه گذرانیدن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا جوان 25 ساله ساکن همین شهر که پیش با ماده 237 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است با گمان غیر قانونی هی کرده بردن واسطه نقلیات دستگیر کرده شد. این چنین به شعبه وزارت کارهای داخله یک در نویه فردوسی عریضه زن 31 ساله ساکن نویه شهر نو وارد گردیده است که صبح بر وقت 13 آگوست سال 2024 تخمین ساعت 0:53 دقیقه شخصان نامعلوم به طریق پنهانی افت-ماشین شخصیش تمغه کیا ریو را که در نزد مرکز سودای سادات واقع در کوچه نعمت قلبوی شهر دوشنبه به نظارت می ایستاد غیر قانونی حرکت کرده به سمت نامعلوم برده است. در نتیجه گذرانیدن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا زن 27 ساله ساکن نوی فیض‌آباد با گمان غیر قانونی هی کرده بردن واسطه نقلیات دستگیر کرده شد. از روی این حادثه و تفتیشات ادامه دارد.